پای کوتاه و شکم گندت، فقط بلدی بخوری و بخوابی. اگر یک بار دیگر بشنوم که به وزیر اعظم ما بی احترامی کردی، میدهم پوستت را قلفتی بکنن و به جای آن پوست خر به هیکلت بکشند. ببینم این دیگر چیست؟ راستی برو با آن کسانی که مالیات و خراج جناب حاکم را ندادند جایزه و پاداش بده. جناب حاکم تشریف آوردید، بنده نوازی فرمودید قربان. مزاحم تمرین شما گردیدم، لفظ قلم حرف میزنه. شرمندم جناب حاکم، شرمنده. پس بقیه مفخران دربار کجان؟ یعنی شکمشان انقدر سیر شده که زحمت شکم چرانی در دربار را هم به خودشان نمیدهند. درباریان نمک پرورده خانه ها که من قربان. پس چرا برای تماشای عمارت جدید و حضور در جشن پایان ساخت اون شرفیاب نشده؟ جسارت از قربان، ولی به دلتان بد نیارید. امروز بزرگترین تاجر بغداد بی خبر به دیدار حد شتافته است و درباریان برای حضور در مراسم خاک سپاری او به قبرستان رفتند. بهتر همونجا بماند. پس معین التجار مرده؟ بله سرورم، آفرین بر این هوش و حضور ذهن، دیشب به رحمت خدا رفته. آن وقت تو وزیر احمق اینجا نشسته ای و تمرین خلافت میکنی، خجالت نمیکشی؟ جسارت از جناب حاکم، ولی اونایی که رفتن همه بدهکار اون مرحوم بودن و از ترس ورثه به قبرستان شتافتن که مبادا پسران اون مرحوم به بخشندگی پدرشون نباشن و قرضی که ابویشان داده با بهره‌اش طلب کنن. از آن جایی که حقیر وام خودم و تا سکه آخر به اون مرحوم پس دادم، زیارت تربتش را واجب ندانستم قربان. ببینم تو وزیر مایی یا وزیر کیسه های زرت مردک؟ ابله خیال میکنی امارت جدید دار و خلافه خود به خود از زمین رشد میکند؟ خیلی قربانه، یعنی بله قربان، حق ما جناب حاکم است. همین الان به قبرستان برو و پیام تسلیت ما را با اندوه فراوان به ورثه مرحوم ابلاغ کن. عصای قربان. بعد از تدفین آن مرحوم هم دعوت ما را به درباریان یادآوری کن. طالع امروز نحس نباشد قربان، میخواید بازدید و به فردا موکول کنیم؟ به جای وراج زودتر به قبرستان برو تا طالع نحس به ما رو نکرده. به روی چشمانم جناب حاکم. را بیفت دیگر، را بیفت. فقط بلدت هیکل گنده کند گنده بک. ببین چه گلای رنگ و رنگی هم روش کاشتن. هرچی کفتر و کلاغ از رو حیات ما رد میشه، لباسی به این قیمت و رو بند حیات خوش میکنن. کچل تقصیر من چیه که کبوترها قیمت لباس رو نمیفهمن؟ امروز از اون روزای نحسه، این از لباس، اون از دعوت حاکم، اینم از مردن معین التجار. آخه مرد حسابی امروز وقت مردن بود. جناب قاضی، ملک الموت مثل بنده نیست که قبل از هر کاری از شما اجازه میخوام. حاضر جوابی نوکرای کچرم به نحسی این روز اضافه کن. میدونه اگه ورثه اون مرحوم طلب باباشون از ما بخوان چی میشه؟ مثل بهلول دیونه باید دنبال یه کفن پاره آواره کوچه و برزن بشیم. کفن؟ اینو بگی؟ اینو بگی؟ چرندیات بگی که به هم ریخته است. عجله نکنین جناب قاضی، هنوز که وام خودشونو طلب نکردن. من تا 7 تا کچل مثل تو رو به دستای خودم کفن نکنم نمیبینم. خیالت راحت باشه. یافتم. بیا این کفن رو هرچی زودتر به وراث اون مرحوم برسون. بچون ببینم. فکر کردم این کفن پاره رو برای خودتون میخوای. کچل تو از این مسائل چی میفهمی؟ با همین کفن تونستم اون مرحوم رو راضی کنم که اون وام کلون رو به من بده. این که کفن معمولی نیست، مرده رو از سوال جواب اول قبل معاف میکنه.
بجم تا خاک رو سرش نریختن. برو مراقب باش بردور کفن رو نبینه. این روز نز فقط دیوونه بازی اونو کم داره. برو ببینم. بله. کچلی بیریخت. ببینید این قبر به اندازه باباتون شد یا بازم باهاش بکنم؟ این قبر یا سوراخ موش؟ 2 برابر قبر بقیه مرده هاست مرد حسابی. 2 یا 10 برابر هنوز برای هیکل پدر ما تنگه. یادتون نره سنگ قبر رو 3 وجه بالاتر از بلندترین سنگ قبرستون نصب کنین. یادمون نمیره آقا جون. یه حرف چند دفعه میزنی انگار نابر مرده آورده. به چسبونش به سقف آسمون که همه ببینن. توی دیوونه اینجا چی میخوای؟ اینجا از حلوا و خورما خبری نیست. دارم برای پدرتون دعا میکنم که انشالله توی قبرشم مثل بیرونش آباد بشه. سر به سرش نذار. صبر کنی. ای قلبم. خدا رو شکر که هنوز اون سر اون محروم خاک نریختید. به موقع رسیدم. جناب قاضی کفن مخصوص خودشو به احترام روح اون محروم برای پدر شما فرستادن. خودشون مشغول دعا و عبادت بودن. جناب قاضی مزاح فرمودن. نه اینطور هم که فکر میکنین نیست. ما فکر نمی کنیم، میبینیم. آخه این کفن که از اون کفنهای معمولی نیست. پس چجوریه؟ چجوریه؟ ابوی گرامیتون از سوال جوابش هم اول قبر معاف میکنه. به جناب قاضی بفرمایید ایشون بیشتر به فرار از سوالات ملائک نیازمندن تا پدر ما. بهلول بله. سوالی دارم که از بچگی فکر منو مشغول کرده و هر چی فکر میکنم به جوابی نمیرسم. از تو بعیده. سوال سختیه. نه بعید از تو که تا به این سن اندیشیده باش. اتفاقا خیلی هم اندیشیدم. من از همون بچگی وقتی که همه که بچه ها به مکتب میرفتن تو کوچه میموندم و به مردم خیره میشدم که چطور با عجله از خونه هاشون بیرون میاد و هر کدوم به یه سمتی میرن. سوالت همینه؟ آره همین که چرا مردم هر کدوم به یه سمتی میرن و همه به یه سمت نمیرن. این که خیلی ساده است. اگه به جای موندن تو کوچه و تماشای مردم به مکتب میرفتی جواب اونو میافتی. حالا که نرفتم و هوش و حواسی هم برام نمونده لااقل جوابمو بده که نادان از این دنیا نرم. اگه همه به یه سمت برن تعادل زمین به هم میخوره. پس بگو چرا. امروز عجب روز نحسیه. بهلولم که اینجا. جناب قاضی نحسی امروز تمومی نداره. جناب قاضی خوشحال باشید که پسران اون مرحوم حکمت کفنی که از اموات دزدیده بودید در نیافتن و کفن برای آخرت خودتون باقی موند. انشالله به زودی با اون موکلان اول قبر رو فریب خواهید داد. جناب قاضی یک کفن پاره‌ای دارن که هر کس بپوشه ملائک به خیال اینکه سالهاست مرده به سراغش نمیان و مصدع اوقات مبارک نمیشن. امروز نحسی از در و دیوار میباره. بهلول هر چه زودتر به عمارت نو برو. جناب حاکم با تو کار واجبی داره. چی شده وزیر اعظم کار نگهبونا رو انجام میده؟ خدایی نکرده تنزل مقام یافتی؟
بنده تنزل مقام نیافتم، شما ترفیع گرفتی. حاکم در نظر داره خلافت خرسای کوفه رو به تو ببخشه. پس بگو چرا گوش به فرمان من ایستادی؟ ای خلیفه، اگر این عمارت را از مال خود ساختی اسراف کردی و خدا اسرافکاران را دوست ندارد. سوره انعام آیه 141. و اگر از مال دیگران ساختی ظلم کردی و خدا ظالمان را دشمن دارد. سوره آل عمران آیه 50. میهمانان وارد می شوند. آها، خب بشوند. آها، بله. شرم آور است. آن مرحوم از دوستان نزدیک من بود. خدا رحمتش کنه. ببینم پس بهلول کجاست؟ بنده دعوت شما را با تمام سختی که داشت به بهلول ابلاغ کردم. خب شاید سر کوی و بعدن مشغول بازی با کودکانه. از دیوانگان انتظاری هم بیشتر از این نیست. ما رو بیشتر از این در حسرت دیدار این بنای زیبا نگذارید. بهلول هم هر کجا باشه خودشو به میهمانی خواهد رساند. خوب است. بروید ببینید چی پاشو دیگه. پاشو به تو میگم. بلند شو دیگه. بلند شو دیوونه. بلند شو دیگه. گفتم بلند شو. اینجا چه خبر است؟ این مردک دیوونه بدون اجازه به عمارت وارد شده و رو تخت حاکم نشسته، پایینم نمیاد. راست میگم بدون اجازه کی؟ از تو باید اجازه میگرفت. نه جناب حاکم. مگه نگفته بودم کسی حق ندارد تو قصد مزاحم بهلول شود؟ بله جناب حاکم. پس منتظر چی هستی؟ با ویلا. ناراحت نباش بهلول، دیگه کسی مزاحم تو نمیشه. من برای خودم ناراحت نیستم، دلم به حال تو میسوزه. برای من؟ با من که اندکی به ناحق بر تخت خلافت نشستم چنین رفتار شد. وای بر تو که عمری بر آن نشستی، فردای قیامت با تو چه خواهند کرد؟ میگم دیوونه که بود با کتکی که خورده به نظر میاد خولم شده. کلم شده. بالاخره از تنپروری دست برداشتی به کار طبابت مشغول شدی؟ من هر کیو نتونم معالجه کنم دیوونه ها رو میتونم معالجه کنم. پس بیا طبیب مخصوص دربار بشو. به این قصر نگاه کن. آیا این بنای زیبا که هوش و از سر میپرونه و یادآور باغای بهشتیه جز از هوش و درایت حاکمی صالح و فکر و دست هنرمندانی دردانه برمیان؟
از اونجا که هر عمل نیکی تو بهشت تبدیل به قصر زیبا میشه، میتونیم بگیم که این بهشت حاصل اعمال نیک جناب خلیفه است. بدون شک اگر در روز قیامت اعمال خلیفه رو در یک کفه ترازو قرار بدن و اعمال بقیه مردم رو در کفه دیگه، کفه خلیفه سنگینی میکنه. نظرت تو چیه بهلول؟ اگه بگم دروغ میگه میترسم باز هم خلیفه از من برنجه. پس عیب باید در ترازو باشه. اما این حدیثی معتبره. بلی، بنده هم صحتشو تایید میکنم. جناب عالی کی باشین؟ بنده هر شب در آسمان ها سیر میکنم. در سیری که میکنی آیا چیز نرمی هم به صورتت خورده؟ بله، بارها. پس بدان که آن چیز نرم دم خر من بود. این مردک واقعا دیوونه سا. بله. زبان از بیان این کار قاصره. میبینید اعتماد شما چطور این دیوونه رو جری کرده قربان؟ ای خلیفه، اگر این عمارت رو از مال خود ساختی اسراف کرده ای و خدا اسرافکاران را دوست ندارد. اگر از مال دیگران ساختی ظلم کرده ای و خدا ظالمان را دشمن دارد. این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری یا نیست؟ کارش تمومه. بله، فکر کنم جناب قاضی یه سور مفصلی بابت این موضوع بده. حتما. من از حالا بوی غذاشو حس میکنم. تا کنون چنین پندی نشنیده بودم. تو مرد صادقی هستی بهلول که کلام خدا را به یاد من آوردی. فرمان میدهیم تا دوران را قابی از طلا بگیرند تا همیشه مقابل چشم ما باشه. کاشان را در دل نگه می‌داشتی نه بر گل.